رویداد بین‌المللی راه ادویه یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و گردشگری در منطقه و جهان به حساب میاد که به بررسی، احیا و ترویج مسیر تجارت تاریخی ادویه میپردازه و دومین دوره این رویداد بین‌المللی به میزبانی کرمان دیار کریمان همزمان با برگزاری اولین جشن ملی بومگردی‌های ایران در روز ملی بومگردی یعنی 31 اردیبهشت ماه آغاز و دوم خرداد ماه به پایان میرسه. ویژگی‌های این رویداد مهم میزبانی کرمان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تاریخی راه ادویه است. دوم، رونمایی و افتتاحیه خانه خلاق ادویه است. سوم، رونمایی و افتتاح دبیرخانه ملی راه ادویه، دبیرخانه دائمی با هدف گسترش و هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با راه ادویه. و چهارم، دومین نشست تخصصی و علمی راه ادویه با حضور کارشناسان و تجار و بازرگانان. از دیگر اتفاقات مهم این رویداد برگزاری جشنواره و نمایشگاه تخصصی راه ادویه در جهت معرفی و ارائه محصولات متنوع با ادویه، خوراک‌های محلی، سوغات، صنایع دستی و حضور کارناوال‌های دیدنی راه ادویه است. اما این رویداد مهم به سرانجام و نتیجه نمی‌رسید مگر با همراهی، همدلی و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، استاندار محترم، دوست داشتنی و مردمی استان کرمان، میز گردشگری خوراک اداره کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، کنسرسیوم تخصصی گردشگری خوراک ایران، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، شهرداری کرمان، اتاق بازرگانی کرمان و همه عزیزانی که دست به دست هم دادن تا این رویداد مهم در کرمان برگزار بشه. من سید مهدی حسینی، مجری و کارشناس این برنامه، همه شما رو دعوت میکنم تا در این رویداد ملی و بی‌نظیر در کرمان حضور پیدا بکنید. وعده دیدار ما 30 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه سال جاری در کرمان دیار کریمان. راستی شعار ما رو هم فراموش نکنید: لبخند دنیا به کرمان 1400.